بازار سنندج. بازار سنندج بازاری بزرگ در مرکز شهر سنندج است. این بازار قدمتی تاریخی دارد. نقشه بازار سنندج به شکل مستطیل بزرگ بوده است و برخلاف تمام بازارهای ایرانی که به صورت خطی شکل گرفتند، این بازار با الهام از پیرامون میدان نقش جهان اصفهان با شکل مستطیل ساخته شده است. در وسط این مستطیل سراهای مختلفی قرار گرفته است. متاسفانه بازار بر اثر احداث خیابان انقلاب به دو بخش مجزا تقسیم شده است و اکنون بخشی از آن آصف و بخشی را سنندجی می‌نامند و از بازار سنندج فقط 3 دروازه قدیمی باقی مانده است. با وجود مراکز خرید جدید، این بازار همچنان موقعیت و ارزش خود را از لحاظ تجاری حفظ کرده است. همچنین بازار قدیمی سنندج در سال 1375 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 1775 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. تاریخچه بازار سنندج به سال 1046 شمسی برمیگردد. در سال 1046 شمسی شهر سنندج در دوره صفویه به وسیله سلیمان خان اردلان از سوی شاه صفی صنعتکاران و استادکاران زبده و حاذق به منطقه روانه می‌کردند و طبق دستور شروع به اقدامات و انجام بناهای خواسته شده می‌نمایند که از جمله احداث بنای بازار و قطعه حکومتی و حمام و مسجد و کاروانسرا میتوان نام برد. بازار سنندج نیز بدین نحو ساخته شده است. حوزه خدمات بازار در شهر سنندج بیشتر به حوزه شهر خدمات و خدمات شهری خدمت می‌دهد و روستاهای اطراف در درجه دوم اهمیت قرار گرفتند و شهرهای دیگر استان و بخش‌ها را بسیار کمتر از حد روستاها تحت نفوذ خود قرار داد. حتی افراد در روستاهایی که ده‌ها کیلومتر با سنندج فاصله دارند برای تأمین نیازهای خود و رفع مایحتاج خود به شهر، مخصوصاً به بازار شهر رو می‌آورند.